تو این ویدیو نمادی از مقبره کوروش، درفش کاویان و همچنین تخت جمشید میسازیم و یه دلیلش رو بهتون بگم. این ویدیو میتونست خیلی خفن و خیلی فان باشه و مثل همیشه من بگم براتونو بخندم، ولی خب متاسفانه خنده روی لبام نمیاد. سیامک انصاری و مهران غفوریان که به نظرم از کلمه آقا براشون استفاده نکنم خیلی بهتره، به برنامه جدیدی که ساختن به نمادهای کهن ایران توهین کردن، مثل شیر دال، مثل درفش کاویان. توقعی نیست که هر کسی معروف یا هنرمند میشه انسان با شعوری باشه، ولی خب اینو من میدونم. ما ایرانی‌ها عاشق ایرانیم، به کوروش و تمدنمون افتخار میکنیم و جونمون هم براش میدیم. باعث شد که من تصمیم بگیرم جای این که مثل همیشه ویدیو فان براتون بسازم، بیام و یه نماد کوچیکی از درفش کاویان، از تخت جمشید و مقبره کوروش براتون بسازم که قطعاً به اون زیبایی و به اون عظمت نمیشه، ولی خب منم تلاش خودمو میکنم برای اینکه نام اینا رو زنده نگه دارم. در این ویدیو من به دستتون رسید و این ویدیو رو دیدید، لازمه بگم که از طرف خودم و میلیون ها ایرانی حتما به مامانتون سلام برسونید. بالاخره هرچی نباشه ما ارادت خاصی نسبت به ایشون داریم. ما به کوروش آریایی بودنمون تا ابد افتخار میکنیم و این چیزیه که هیچ وقت از ما جدا نمیشه. من سودار کم و اینجا آرتکور منه. تا ابد زنده باد ایران.